انقلاب اسلامی از یک طرف 10,000 بلکه میلیون‌ها ماجرا و قهرمان به سینمای ایران تقدیم کرد و متاسفانه سینما یه بخش زیادی از سینما رو پس زد و از طرف دیگه میلیاردها مخاطب برای سینمای ایران فراهم کرد. جهان تشنه این بود که ببیند کسانی که از دیوار سفارت آمریکا رفتن بالا، کسانی که همزمان با ابرقدرت شرق و غرب در افتادن، اینها کیان؟ چشمها خیره بود و تشنه بود که ایران رو و انقلاب اسلامی رو و قهرماناشو بشناسه. اینا جدای از عرض میکنم ابعاد ملی و تاریخی و سیاسی و اینها، ماجراهای دراماتیکیه که حتی اگر ما حزب اللهی هم نباشیم و عرضم به حضور شما که علاقمند به انقلاب نباشیم و علاقمند به کشورمون هم نباشیم، فقط و فقط اگر دغدغه سینما هم می‌داشتیم، باید تا امروز صدها موضوع دراماتیک مربوط به انقلاب اسلامی ساخته میشد. پس معلومه که اونهایی که ادعا میکنن ما دغدغه سینما داریم، اتفاقا دغدغه سینما هم ندارند. اتفاقا اونا بسیار ایدئولوژیک‌تر و سیاسی‌تر دارن برخورد میکنن. امسال شاید به جرئت بشه گفت که بهترین سال سینمای انقلاب اسلامی در طول 20 سال اخیر بوده. یعنی من خودم یادم نمیاد که ما تو 20 سال اخیر سالی داشته باشیم با این همه آثار درجه یک پربار، جذاب، عالی در سینمای انقلاب. از یتیمخانه ایران بگیرید که امسال دیدیم تا نمیدونم ایستاده در غبار، تا عرضم به حضور شما که سیانور مثلا، تا حتی مثلا فیلم به نظام مثل ابو زینب، عرضم به حضور شما تو جشنواره اخیرم که مثلا ماجرای نیمروز، بعضی از این فیلم ها ما باید 10 سال 15 سال انتظار میکشیدیم یکیشو در یک سال ببینیم، ولی شما می‌بینید امسال ما 5-6 تا اثر درجه یک در سینما انقلاب داریم. ما امروز در بهترین شرایط هستیم به نظر من از لحاظ خیلی از عرصه‌های فرهنگیمون و متاسفانه در بدترین شرایط. کاری مثلا یتیمخانه ایران ساخته میشه به اون عظمت که اینا رو من بارها گفتم میبرم ور. آقای میگل لیتین رو ما دعوت کرده بودیم، اومده بود ایران همین شهریور امسال. میگل لیتین مشهورترین و جزو محبوبترین فیلمسازان آمریکای لاتینه، صاحب جوایز بین المللی، آدم درشتیه. کسیه که مثلا آقای گابریل گارسیا مارکز یک کتاب نوشته در مورد زندگی آقای لیتین. ایشون تابستان امسال دعوت شد از طرف عمار آمد ایران. یکی از فیلم هایی که ایشون در ایران دید یتیمخانه ایران بود. کلاه از سرش افتاد. با ما خیلی به اصطلاح بهت زده این سوال مطرح میکرد. میگفت ببینید من آقای کیارستمی رو میشناسم و فیلماش هم دوست دارم، ولی چرا فقط از ایران کیارستمی رو میشناسن؟ چرا ابوالقاسم طالبی رو کسی نمیشناسه؟ شما یک چنین سینمایی دارید و دنیا خبر ندارد. یه فیلم دیگه هم دید، فیلم چه آقای حاتمی کیا. این دو تا فیلم رو دیده بود، اصلا مبهوت بود که چگونه است که هیچ کس تو دنیا شما رو نمیشناسه. مثلا یتیمخانه ایران رو دیگه خبر نداشت، ما آبروداری کردیم که آقا تو ایران هم نمیشناسن. آقای طالبی حرف جالبی زد، گفت من اگر به جای این که منی که مثلا عمل به اصطلاح قلب باز کردم و نمیدونم سلامتیم در خطر افتاد و چند سال روی این فیلم وقت گذاشتم و تو 1 متر برف رفتم این فیلمو ساختم با این سختی‌ها و اینها، گفت اگر من یه فیلم 10 دقیقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ساخته بودم، همه نمازهای جمعه این کشور علیه من حرف می‌زدن و منو مشهور می‌کردن. ولی اگه اثری در تراز یتیمخانه ایران بسازم، هیچ کس هم به خیالش هم نمیاد که میشه از این فیلم حرف زد مثلا.
یه جای من گفتم امر معروف در جامعه ما به شدت و به مراتب از نهی از منکر قریبتر و مظلومتره.